درود خداوند بر همگی. روز همگی بخیر بعد از ظهر. آقا امروز چند شنبه؟ پنجشنبه. چند تاریخ امروز؟ امروز 6 تاریخ. 6 2026. نی روبروی کست کوی اجنبی برست. اینی اون 20 متر که من گفتم این 20 متره. ادامه این 20 متر که در شهر اجنبی نمی‌رفتم. پیش البته اونجا زول جور شده نیاشم تا بینی اگه مجید دور خراب نکرده فهمیدی سرک دست کش کرده نمی بینی همی مجید از او به طرف پخته شده تا سر خوی 20 متر سرک بابا مزاری این طرفه یا یک دلات سرک هم داده گه اون خواه چیز خیلی چی گلگ ده لالکش گلگ با یک دبلی نخشم ده و پیسه اخگشته دیگه قدر بلا منزل بده حالی یک دیش میده دیگه یک ده پیسهش میده شاید هم کلش بده معلوم نی دیگه ما خبر نلرم اینی ادامهشون مراد شهر اجنبی اره نی طرف که هسته فهمیدم و قلعه نو که مگه این اینجا قریهش این طرف چیز خلاب غی؟ این طرف قلعه قاضی مگه اینی طرف شکست قلعه قاضی مگه قلعه قاضی اینجا امروز کردیم هم دادی نیرو گوریم که شهر اجنبیه اونو کو منظورم پول ما نزدیک کدام ما بخی رو بروی سین فهمید اینی اردو کوی چیل دختران نیکو کوی چیل دختران اینی طرف که پیشته اینی کوم کوی چیل دختران 20 متر اگه مگه اون پیش اونجا اون موتاکی سوسو میمونه اون کس 20 متر سر 20 متر او شهر گرمساری که میگه میسافر خو اینی پشت شهرش اینجا کس شهر اقبال مگه اینی شهر ایمت مگه اینی من میتونم کارم اول میگم تیر شهر انصاری مگه شهر عبدالله انصاری این شهر عبدالله انصاریه دیگه این منطقه اینجا هر کس زمین بخره فهمیدی خوب اینا فایده نه چند میده هم یار 20 فیش را میدی لا بسرخ 20 لک لا 25 لک از 16 لک شروع دیگه لا بسرک 16 لک شروع تا 20 لک را فهمیدی لا بسرک استیز من نهایت نه ها میخوام زمینای زراعتی پاکی کنیم یا شون باغ ببین نشون بخی باغ هیچ یایش اینجا چی منطقه چی نام داره یا خود در کل بنام کوچی آباد میشه دیگه کوچی آباد میه کوچی آباد ها کوچی آباد بخی آترکان دی فعلا پی سوار قاضی این بخی حاضرگیه فهمید اینجا فهمید کوچی پیش هست و کوی اجنبی خوب برف آن مشکم کوی اجنبی نزدیک خوب برف اول کوی خوریخ میگیره خب کوی خوریخ اجنبی پیش اجنبی این دفعه دود میاد کوی خیلی بالا این کوی خوریخ ها کوی اجنبی نیه مگه میگه 20 متر مگه اجنبی نمیرفت پشت از یک است لالندر لالندر این لالندر مربوط کوی میشه اینجا فهمیدی کوی سخال گفتی را کوی خوریخ کوی خوریخ کوی اجنبی نی کوی خوریخ
پشت از دیگه است فهمیدین این منطقه لندر میشه این منطقه کوچی آباد میشه. هی درود بر همگی. نی روبروی کسته کوی اجنبی هم 20 متره که مایه اینده مینج مایه دی شهرک اجنبی شهرک اجنبی بعد از اینش که باید یعنی کوک است کوی قاریخ میشه کوی قاریخ میشه برفه کوی قاریخ سگون بلیز مو دیدک ده بلی دیگه این طرف هم کسته مرا در شهر 20 متره اونو کسته کوی چل دخترانه چل دخترانه 20 متره شهرک با مزاری ما میوم 20 متره هم ده اینی سرک هم ده چیز رفته این منطقه اینی منطقه هم شهرک معدیه 20 متر هم در بلی سر این شهرک معدیه طرف برچی نو کو اردو کو کوی چل دختران شهرک عبیب این شهرک عبیب نوروزه شهرک عبیب از بچه حاجی نوروزه دیگه اون طرف شهرک خیرآباد میشه باز پیش اون پیش کسته کوچه آباد میشه کوچه آباد اون منطقه اون مزار نه شهیدا کسته جنبش روشنایی تپه جنبش روشنایی یعنی سال 2016 بود نه 2016 حاضرگور در دیمزنگ زد دنمی اون تپه شهدای جنبش روشنایی این شهدای دیگه طرف شهرک اجنبی اینجا موزه موز استایی شهرک استقامت می‌کنه چه؟ پیش رو میگه کنه همیه دو کماسک ماه شهرک چیز؟ شهرک سرخ آباد اینجا مازرگاه یا نه؟ سرخ آباد اینیش هم موشه شهرک مهدیه این شهرک ها ایرای خیابان طرف بود که پختانه این شهرک عبیبه این شهرک عبیب خونه ها این مسجد عبیب خونه زمینه کس از بچه های چه حاجی نوروز خرده بگیره اینال کس فهمید لب سرک بر برزه بهترین جا عاشق سون نقشه قوما سودان زد اینیم کس تپه روشنایی ما که دیمزنگ چی نشد دیمزنگ امو منطقه فهمید یه منطقه که ریاست ترافیک منطقه دیمزنگ یک طرفش دیمزنگ دم خودی ریاست ترافیک یک طرفش دارلمان نه مستقیم دارلمان اینی طرف هم کسته شهرک اجنبی یعنی خانه کسته شهرک اجنبی طرف هم که میشه شهرک معدیه پایینا کسته میشه شهرک معدیه کل جاغوری سنگرک میزنه فهمیدی قبل بیستی ها میگه شما استرالیا رو تسخیر کردین اروپا رو تسخیر کردین کابل رو تسخیر کردین فهمیدی کویته پاکستان رو تسخیر کردین هم جای تسخیر